ظهور دعوت توحید در میان قریشیان که کعبه نماد توحیدی ابراهیمی را تصاحب و بزرگترین بتکده جهان عرب را در آن پایه‌ریزی کرده بودند، انقلابی بس عظیم بود. قریشیان زعامت دینی و رهبری سیاسی و قدرت اقتصادی خود را به شدت در خطر می‌دیدند. در ابتدای کار خواستند با استفاده از توان و نیروی نظامی دعوت توحید را در نطفه خفه کنند. آزار و اذیت پیامبر، شکنجه یاران و پیروان مکتب رسالت، مسخره و هتک حرمت، دشنام و ناسزا گفتن، شبهه پراکنی، تبلیغات رسانه‌ای بسیار گسترده و سرکردگی شاعران نامدار روز برای تشویه صورت حقیقت و 1001 مکر و نیرنگ دیگر هیچ جواب نداد. پیکر کفر و بتپرستی روز به روز به نفع توحید و یکتاپرستی در حال ریزش بود. ثبات و پایداری مؤمنان پوزه کبر و غرور مستکبران را به زمین مالید. قریشیان مجبور شدند راه مذاکره را انتخاب کنند. در ابتدا خواستند با زرق و برق مادیات چشمهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را خیره سازند. تلاش‌های آنها بی نتیجه ماند. دنیا در نزد رسول الله کاملا بی ارزش بود. کار به جای رسید که قریش حاضر شد از کرامت و خدایی خدایانش بکاهد. عقلیت قریش یک عقلیت قلدرانه و خودخواهانه و مستبد و در عین حال عقلیت داد و ستد و تجارت بود. اونا در ابتدای کار خواستن به هر طریقی شده دین اسلام رو ریشه کن کنن و از بیخ و بن بکنن. بعد از اینکه این همه این توطئه‌ها و دسیسه هاشون نتیجه نداد، سعی کردن با رشوت دادن و با حرکات به اصطلاح موذیانه خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از ادامه مسیرشون منصرف کنند. این هم شکست خورد. آخر به جایی رسیدن که اومدن دیدن که مسلمان‌ها زیاد شدن و ریشه کن کردن اسلام ناممکنه و کنار اومدن باشون ناممکنه. اومدن گفتن که حالا بیایم تنازل کنیم. یک گروهی از سران و سرکرده های قریش اومدن پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با همون عقل داد و ستد و تجارت خودشون. اومدن گفتن ای محمد بیا یک کاری دیگه بکنیم، حالا که شما از سر ما دست بردار نیستین، بیایید ما یه سال خدای شما رو عبادت میکنیم، بعد سال بعدش شما بیایید خدای ما رو عبادت کنید. هدف این بود که این موقعیت خودشون رو حفظ کنن. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به اینا چی بخواد جواب بده؟ میگفتن که آقا بیا یه سال ما خدای شما رو عبادت میکنیم، یه سال شما خدای ما رو عبادت کن. اگه حرف شما درسته خب ما هم از خیر شما بهره مند شدیم، اگه حرف ما درسته خب شما هم از خیر ما بهره مند شدید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مونده بود که اینا چی جواب بده. باز اگر یه جوابی بده باز برمیگردن. اینجا بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ساکت شد و جواب گذاشت که خداوند منان از فوق عرشش جواب اینا رو بفرسته. اینجا بود که سوره الکافرون نازل شد. قل یا ایها الکافرون، ای محمد من به این کافرها بگو لا اعبد ما تعبدون، من عبادت نمی کنم اون چیزی که شما عبادت میکنید، اون خزعبلات شما رو من قبول ندارم. ولا انتم عابدون ما اعبد، و شما هم اون خدای یگانه من رو عبادت نمی کنید. و بدین صورت یک رد قاطعانه از جانب خداوند متعال به اینها زده شد و در آخر هم بهشون گفت لکم دینکم ولی دین، شما با دین خودتون برید هر جا که میخواد برید و من بر دین خودم استوار موندم و راه خودم رو ادامه میدم. اینا وقتی این رد محکم مثل یک مشت خورد به دهنشون باز هم عبرت نگرفتن. چند روز بعد باز جمع شدن و گفتن باید چیکار کنیم. یک گروهی دیگه از این سرکرده های قلدرشون رفتن پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و گفتن که ای محمد بیا کار دیگه بکنیم، حالا بیا
این قرآن تو ما قبولش نداریم، یه قرآن دیگه بیار. خب حالا که یه قرآن دیگه نمیخوای بیاری، حداقل همین رو عوضش کن، یه آیات و یه چیزایی که ما قبولش نداریم اینا رو یه مقداری توش تغییراتی بده. اینجا بود که باز پیامبر چه جوابی به اینا بده که هنوز عقلشون همون عقل خودپرستی و به اصطلاح رسیدن به جاه و منصب و همون چیزی که خودشون تو ذهنشون بود فکر می‌کردن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم همچین دیدگاهی داره. اینجا بود که آیه 15 سوره مبارکه یونس نازل شد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به اینها گفت قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غیر هذا او بدله، بیار یه قرآنی غیر از این یا عوضش کن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، من چطور میتونم از طرف خودم قرآن عوض کنم؟ این اتبع الا ما یوحى الی، من تنها اتباع میکنم، پیروی میکنم بر اون چیزی که خداوند به من وحی کرده و من اصلا از عذاب الهی میترسم که اگه سرپیچی کنم از فرمان الهی. توان عقلی قریش در برخورد با دعوت توحید به کلی از کار افتاده بود. هر نقشه و حیله‌ای را که طرح ریزی می کردند جواب نمی داد. مشرکان قریش به یهودیان یثرب ارادت خاصی داشتند و آنها را افرادی متمدن‌تر و با فرهنگ تر از خود می دیدند. یهودیان نیز با استفاده از قدرت اقتصادی و با رواج فرهنگ جادوگری و طلسم نگاری و فالگیری و تعویذ نویسی به نحوی توانسته بودند عربها را تحت الشعاع خود قرار دهند. سران مکه به منظور رسیدن به راه حل برای نابودی دعوت توحید تصمیم گرفتند. هیئت به رهبری نضر ابن حارث و عقبه ابن ابی معیط را به یثرب بفرستند تا با آنها مشوره کنند. یهودیان به سران قریش پیشنهاد کردند تا با پرسش‌های از تاریخ گذشته که محمد از آن به کلی به اطلاع است او را لاجواب کرده در مقابل ملت خلع سلاح کنند. گفتند از او درباره اصحاب کهف و ذوالقرنین و روح بپرسید. وحی الهی جواب سؤالهای آنها را بر زبان پیک آسمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم جاری ساخت و بار دیگر توطئه حاقدان نقش بر آب شد. این شکست های پیاپی قریش غرور آنها را به شدت خدشه‌دار می کرد و آتش حقد و نیرنگ را در درون آنها شعله‌ورتر می ساخت و آنها را بران می داشت تا بر روند آزار و شکنجه مسلمانان شدت بخشیده و آتش کینه خود را تسکین دهند. آزار و شکنجه قریشیان نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم باعث شده بود تا طایفه رسول صلی الله علیه و سلم بنو هاشم با وجود اینکه بسیاری از اونها هنوز مسلمان نشده بودند و ایمان نیاورده بودند و همچنین بنو مطلب که بسیاری از اونها هم هنوز در کفر سر می‌بردند و مسلمان نشده بودند، به خاطر تعصبات قومی که داشتن با هم متحد بشن در برابر دفاع از رسول صلی الله علیه و سلم و حمایت رسول صلی الله علیه و سلم در برابر تهدیدها و آزار و شکنجه های طوایف دیگر قریش. این امر باعث شد تا خشم بقیه طوایف قریش رو برانگیزه. به خاطر همین با هم متحد شدن و نشستن و پیمان ظالمانه‌ای رو امضا کردند و اون رو بر کتیبه‌ای نوشتن و در خانه کعبه آویزان کردند. این پیمان هر گونه داد و ستد، هر گونه رفت و آمد، سخن گفتن، زن گرفتن و یا زن دادن از بنو هاشم و یا رفت و آمد با اونها، حتی سر زدن به خانه های اونها رو منع میکرد. این پیمان بنو هاشم و بنو مطلب رو از قریش جدا میکرد و اونها رو در شعب ابی طالب در منطقه نزدیک حرم پشت سر بنده اونها رو محاصره میکرد. این پیمان ظالمانه باعث میشد تا بنو هاشم و بنو عبدالمطلب کاملا از فضای مکه در یک گوشه، در یک دره‌ای از کوهی در اطراف مکه محاصره بشن، مشروط به این که
بنو هاشم رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به اونها تحویل بده برای کشتن و اگر بنو هاشم حاضر نشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو برای کشتن به اونها تحویل بده، هیچ گونه صلح و پیمان صلحی از اونها پذیرفته نخواهد شد و هیچ گونه محبتی نسبت به بنو هاشم روا داشته نشه. این پیمان ظالمانه از طرف قریش آخرین ضرباتی بود که قریش به رسول الله صلی الله علیه و سلم و مسلمین وارد میکرد. این پیمان 3 سال کامل به طول انجامید و در طول این 3 سال رسول الله صلی الله علیه و سلم و طایفه بنو هاشم همه در شبه ابی طالب در محاصره بودند و هیچ کسی حق نداشت با اونها داد و ستد بکنه، سخن بگه، رفت و آمد داشته باشه، با اونها وصلت بکنه و یا هر گونه پیمان صلح و سازشی رو از اونها بپذیره تا اونها به این خواسته رضایت ندادن که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو برای کشتن به قریشیان تحویل بدن. مسلمان‌ها 3 سال رو در شعب ابی طالب چه رنج‌ها و سختی‌ها که تحمل نکردند. 3 سال آزگار محاصره اقتصادی بسیار بسیار شدیدی بر اونها تحمیل شده بود. در طول این 3 سال هرگز مسلمان‌ها نمیتونستند آزادانه از شعب ابی طالب یا دره ابی طالب بیان بیرون. قریشیان از هر سو اونها رو زیر نظر داشتند. تنها در ماه‌های حرام و ماه‌های حج میتونستند بیان بیرون و وقتی هم می اومدن بیرون میرفتن پیش یک تاجری یا بازرگانی که چیزی ازش خرید کنن، فوراً قریشی‌ها میرسیدن، قیمت رو اونقدر بالا میبردن که از توان خرید مسلمان‌ها خارج میشد. اگر خودشون هم میتونستن به از یه طریقی قاچاقی خودشون رو از مکه خارج کنن به جایی برسونن، اون اطرافی که میخواستن ازشون چیزی خرید کنن تا میفهمیدن که اینها از افراد مورد محاصره هستن، قیمتها رو بالا میبردند یا به اونها چیزی نمیفروختند. تنها آذوقه بسیار بسیار کمی که احیانا از طریق قاچاق به مسلمان‌ها میرسید از این ور اون ور، این چیزی بود که بسیار ناچیز بود و کفاف نمی‌کرد. احیانا بعضی از نبلا و فضلای قریش، افرادی که مقداری شرافت داشتند مثل حکیم ابن حزام که برادرزاده خدیجه بود، احیانا یه چیزایی دزدکی و قاچاقی برای عمش ام المؤمنین خدیجه میفرستاد. حتی در یکی از این موارد که حکیم داشت یه چیزایی از راه قاچاق به عمش میرسید، ابو جهل سر رسید و اونو دید، جلوشو گرفت، گفت آقا من نمیذارم. گفت تو کی باش که نمیذاری، بی خود میکنی؟ بین اینا درگیری شد و هی بگو مگو شد. از اون ور ابوالبختری اومد. ابوالبختری گفت چه خبر اینجا؟ گفت نمیبینی مگه این مرده که داره قاچاق میفرسته، مواد میفرسته، غذا میفرسته، آذوقه میفرسته برای اونایی که تو محاصره‌اند. گفت که به تو چه؟ خب به هر حال اون عمشه، اگه عمه تو بود چیکار می‌کردی؟ و بختری پادرمیونی کرد و این 2 شتری که حکیم داشت میفرستاد به هر حال رسید به شعب ابی طالب. وضع بسیار فلاکت بود. مسلمان هایی که اونجا بودند، صدای گریه و ناله بچه ها، بیمارها، زنان، بیوه‌زنان، اینهایی که اونجا بودند، ضعیفان، اونایی که تو دره ابو طالب بودند، صداشون به گوش قریشیان که پشت سر من قرار داشتن در این منطقه به گوش اونها میرسید و اونها در کمال بیوجدانی با ضمیرهای مردهشون این صدای گریه و ناله رو میشنیدند و هیچ حرکتی نمیکردند و هیچ تعاطفی نشون نمیدادند. در خود دره هم وضع امنیتی بسیار ناجور بود. ابو طالب خیلی خیلی محتاطانه کار میکرد. نیمه های شب بلند میشد وقتی همه میخوابیدند، اگر احتمالاً جاسوسی چیزی هم از دشمن در بینشون بود اون میخوابید، این در این نیمه های شب بلند میشد و میرفت پیامبر رو صلی الله علیه و سلم بیدار میکرد و میگفت برو تو رخت خواب من بخواب و کسی دیگه از خیشانش رو می آورد که جای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بخوابه، تا اگر احتمالاً بعضی از افراد دشمن میخوان به دره شبیخون بزنند یا میخوان پیامبر رو ترور کنند، این خطهشون و این توطئهشون ناکام باشه. حبيبي
پیمان ظالمانه شعب ابی طالب 3 سال تمام به طول انجامید. در این 3 سال مشکلات، سختی‌ها، گرسنگی‌ها، تشنگی‌ها در گرمای مکه مکرمه که خدا بر عزت و شرفش روز افزون بیفزاید، واقعاً بنو هاشم رو تحت فشار قرار داده بود. در این منطقه‌ای که پشت سر بنده می‌بینید، در شعب ابی طالب 3 سال تمام طایفه بزرگی از قریش، سر طایفه قریش بنو هاشم، مورد تحریم قرار گرفته بودند. در مکه مکرمه کسانی بودند که از همون ابتدا با این پیمان مشکل داشتند و این پیمان رو ظالمانه می‌دانستند و قبول نمی‌کردند، با اینکه مسلمان هم نبودند و با اینکه جزء مشرکین بودند، اما این پیمان رو به خاطر تعصباتی که داشتن نسبت به قوم قریش، نسبت به اطرافیان خودشون، هم نوعان خودشون نمیپذیرفتند. یکی از این افراد هشام ابن عمرو از طایفه بنی عامر بود که مخفیانه می آمد و به شعب ابی طالب می رفت و اونجا به اونها آب و غذا می رسون. این شخص به خاطر اینکه فکر و چاره‌ای بکنه، هر وقت که از این پیمان بیشتر می گذشت، بیشتر ناراحت می شد، رفت به پیش زهیر ابن ابی امیه که از بنی مخزوم بود و مادرش عاتکه دختر عبدالمطلب خواهر ابو طالب بود. یا به تعبیر ساده تر، زهیر، دایی‌های زهیر از بنو هاشم بودند و کسانی که در شعب ابی طالب در اسارت بودند و در تحریم قرار داشتند، دایی‌ها و دایی‌زادگان زهیر به حساب می اومدند. هشام به پیش زهیر رفت و از او پرسید: آیا تو وجدانت میپذیره که در مکه مکرمه راحت بهترین غذاها رو بخوری، بهترین نوشیدنی ها رو استفاده بکنی، اما دایی ها و دایی زادگان تو در این شب، در این منطقه با این وضع فلاکتبار زندگی بکنن؟ اون گفت: نه، به والله هرگز راضی نیستم، اما چیکار کنم؟ من یک نفر بیشتر نیستم و یک دست صدا نداره. گفت: اگر یک نفر دیگه برای من پیدا بشه، من حتما بر ضد این پیمان ظالمانه قیام خواهد کرد. گفت: اگر یک نفر دیگه همراه من پیدا بشه، من حتما بر ضد این پیمان ظالمانه قیام خواهم کرد. گفت: اون یک نفر پیدا شد. هشام در جواب اون گفت: اون یک نفر پیدا شد و من با تو خواهم بود. بعد از این زهیر روی به هشام کرد و گفت: نفر سومی برای ما پیدا کن. هشام گفت: من نفر سومی رو پیدا میکنم. به خاطر همین به پیش مطعم ابن عدی رفت و او رو سرزنش کرد و ملامت کرد و به خاطر قرابت و خویشاوندی که با بنو هاشم داشت، او گفت: چطور وجدان تو اجازه داد که همچین پیمان ظالمانه ای رو بپذیریم؟ مطعم گفت: من یک نفرم و تنهایی نمیتونم کاری بکنم، اگر همراهی می داشتم حتما این کار رو میکردم. هشام گفت: من با تو همراه میشم و 2 نفری میریم. مطعم گفت: نفر سومی برای ما پیدا کن. هشام در جواب گفت: زهیر هم به همراه ما هست و ما 3 نفر بتونیم بریم و بر ضد این پیمان قیام بکنیم. مطعم نفر 4می رو طلب کرد و هشام گفت: نفر 4می رو پیدا خواهد کرد. هشام به پیش ابوالبختری ابن هشام رفت و این موضوع رو با او در میان گذاشت و گفت: تو چطور راضی میشی که همچین پیمان ظالمانه‌ای در قریش بر ضد بنو هاشم که از خویشاوندان و نزدیکان تو هستند اتفاق افتاده و ما سکوت کردیم؟ اون هم در جواب گفت: من یک نفرم، اگر کسان دیگری می بودن من رو حمایت میکردن حتما با شما همراه میشدم. اون گفت که ما 3 نفر هستیم، زهیر همراه منه و مطعم ابن عدی هم رضایت داده تا با ما متفق بشه. ابوالبختری ابن هشام گفت: نفر 5می رو پیدا بکنید تا با هم بر ضد این پیمان قیام بکنیم. هشام در جستجوی نفر 5 زبعه ابن اسود رو پیدا کرد. زبعه ابن اسود هم گفتگویی مشابه با گفتگوی دیگران داشت با هشام، تا اینکه هر 5 نفر متفق شدند که بر ضد این پیمان ظالمانه قیام بکنن و شروع بکنن به اعتراض در کنار خانه کعبه. با هم پیمان بستند و با هم تعهد کردند که این پیمان را هر گونه‌ای که شده از بین خواهند برد. صبح روز بعد 5 نفر در کنار خانه کعبه حاضر شدند و زهیر گفت: من اول آغاز میکنم. زهیر در کنار خانه کعبه ندا بلند کرد که ای مردم قریش، چگونه حاضر شدید که بپذیرید همچین پیمان ظالمانه‌ای بر ضد بنو هاشم اجرا بشه و فرزندان اونها و خانواده اونها اینجا مورد مشقت و شکنجه و آزار باشن؟ صدای فریاد فرزندان اونها رو مگه نمیشنوید؟ مگر صدای بیماران اونها رو نمیشنوید؟ چگونه به این پیمان تن دادید؟ به خدا قسم من ساکت نمی‌نشینم تا این پیمان نامه پاره نشه و این پیمان نقض نشه. ابوجهل از گوشه دیگری از مسجد آمد و گفت: دروغ گفتی، به خدا قسم هرگز
اجازه نمیدیم که تو همچین کاری رو بکنی. در گوشه دیگر مسجد زمع ابن الاسود هم به دفاع از زهیر برخاست و روی به ابوجهل و خطاب به ابوجهل گفت دروغگوترین مرد خود تو هستی و به خدا قسم که ما از همون روز اول هم با این پیمان ظالمانه موافق نبودیم و این پیمان رو بر ضد بنو هاشم ظالمانه و ستمگرانه میدونستیم و به خدا قسم ساکت نخواهیم نشست تا اینکه این پیمان از بین بره. در همین زمان ابوالبختری ابن هشام هم از طرف دیگه مسجد حرف 2 نفر اول رو تایید کرد و گفت به خدا قسم این 2 نفر راست میگن و ما هرگز به این پیمان راضی نبودیم. نفر 4م مطعم ابن عدی، نفر 5م هم هشام بلند شد و بر ضد اون شکایت کرد و این 5 نفر با هم به مخالفت پرداختند. ابوجهل گفت به خدا قسم این نقشه است که در شب برای اون طرح ریزی شده، این نقشه‌ای که در شب برای اون فکر شده و این تصادفی نیست که الان اتفاق افتاده باشه و این واقعی نیست که الان اینها با هم انجام دادن، بلکه اینها از قبل با هم هماهنگی کردن. از طرف دیگه ابوطالب توسط رسول الله صلی الله علیه و سلم اطلاع یافته که الله متعال ایشون رو با خبر ساخت که موریانه ها متن پیمان ظالمانه قریش رو در خانه کعبه از بین بردن و خوردن، بجز اون کلماتی که لفظ الله متعال اونجا نوشته شده و کلمه الله در اون هست. ابوطالب که نظاره‌گر این صحنه بود آمد نزدیک و گفت برادرزاده من محمد صلی الله علیه و سلم به من اطلاع داده که پیمان ظالمانه شما در کعبه خورده شد و بجز کلمه الله و لفظ الله چیزی دیگری از اون باقی نمونده. اگر راست گفته باشه به این پیمان پایان بدید و دست بردارید از این پیمان ظالمانه و اگر خلاف این بود من محمد رو به شما تحویل خواهم داد. مشرکین مکه وقتی داخل خانه کعبه شدن دیدن جز لفظ جلاله الله چیزی دیگری از این پیمان باقی نمونده و به این صورت بود که پیمان ظالمانه قریش بر ضد بنو هاشم در شب ابیطالب به پایان رسید. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قریشیان با اینکه معجزه رسول صلی الله علیه و سلم در اطلاع سرنوشت متن پیمان ظالمانه اونها رو مطلع شدند و با چشم سر دیدن، اما هیچ توجهی به اون نکردند و هیچ تأثیری در سرنوشت ایمانی اونها نداشت. 6 ماه بعد از اینکه مسلمان ها از شب ابیطالب اومده بودن بیرون، ابوطالب پیرمرد مریض شد. سختی های شب ابیطالب اون رو به کلی ضعیف کرده بود و بیماری شدت گرفت و ابوطالب در ماه رجب وفات کرد. در هنگام وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که خیلی خیلی دوست داشت عموش ایمان بیاره اومد و گفت عمو جان تو را خدا فقط بگو لا اله الا الله، یک بار بگو تا روز قیامت بتونم پیش خدام بگم که عموم گفت. عبدالله ابن ابی امیه و ابو جهل بالای سرش بودن، گفتند ای ابو طالب نکنه از دین بابات برگردی، اترغب عن ملت عبدالمطلب، از دین بابات میخوای برگردی؟ ابو طالب هم گفت نه نمیتونم. ابو طالب به پیامبر خیره شده بود، دلش میخواست پیامبر رو خوشحالش کنه، اما چی؟ تعصب کالبدش رو پر کرده بود. میگفت نمیخوام وقتی مردم بعدن سران قریش و آدمای گردن کلفت بیان بگن که ای ابو طالب آخر عمرش از مرگ ترسید و دین برادرزادش رو گرفت. نه، من بر دین عبدالمطلب میمیرم. ابو طالب مرد. این سپر بلا و این شخصیتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مردانه با تمام اینی که ایمان نآورد باز مردانه از پیامبر دفاع کرد. ای کسایی که دلتون میخواد ایمان بیارید یا نمیخواید ایمان بیارید، مثل ابو طالب مرد باشید. حداقل از دعوتگران مؤمنی که میدونید که اصلاح میخوان، خوبی میخوان، از خویشاتونن نیستن، از ایشون مردونه ابو طالب وار دفاع کنید. ابو طالب رفت، این سپر بلا رفت. مشرکان بعد از این خیلی خیلی به پیامبر رنجها و شکنجه رسوندن. اون وقت قبل از ابو طالب کسایی فقط مثل ابو جهل ها و ابو لهب ها میتونستن پیامبر را آزار و اذیت برسونن، اما الان نه. الان هر کس و ناکسی به خودش اجازه میداد که به پیامبر توهین کنه. حتی تا جایی رسیده بود که یکی از این افراد پوچ جامعه اومد رو سر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم
خاک ریخت. پیامبر رفت به خونهش، خاک رو موهاش، تو سرش پر از خاک. دخترش اومد سرش رو پاک میکرد، گریه میکرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به دخترش گفت دخترم عزیزم گریه نکن، خداوند از پیامبرش دفاع میکنه، خداوند پدرتو تنها نمیگذاره. تا جایی رسیده بود که یک آدم لاابالیگر، یک آدم لات بازاری اومد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حال نماز بود، شکمبه کثافت‌های شتری رو گذاشت روی شانه‌های مبارک آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم، تا جایی که ابولهب این دشمن سرسخت پیامبر دلش به حال پیامبر سوخت. اومد گفت پسر برادرزاده برو هر کاری دلت بخواد بکن، من مواظبتم. ابوجهل وقتی دید که ابولهب داره تو صف پیامبر میره، خیلی بهش برخورد، رفت و گفت که ابولهب تو رفتی بوشه برادرزادت؟ جناب برو بپرس که پدرت کجاست. ابولهب رفت اونجا و گفت یا رسول الله عبدالمطلب پدرم کجاست؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن با ملتش. ابولهب هم خوشحال شد که خب پس با ملتشه. برگشت پیش ابوجهل گفت که خیلی خوبه با ملتشه. گفت ای ابولهب عقلت کجاست؟ با ملتشه یعنی چی؟ یعنی که تو جهنمه. گفت پدر من تو جهنمه؟ برگشت پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت با ملتشه یعنی چی؟ یعنی پدر من تو جهنمه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی که بر دین عبدالمطلب میره جهنم. گفت حالا که اینطور شد پدر منو میگی تو جهنمه، حالا من کاری به کارت ندارم، هیچ هم ازت دفاع نمیکنم. به این صورت این سپر فلا شکسته شد و ابوطالب رفت و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از مرگ ابوطالب سختی‌های بسیار زیادی رو تحمل کردند. بعد از وفات ابوطالب حدود 2 یا 3 ماه رسول الله صلی الله علیه و سلم آزمایش دیگری رو از طرف الله تعالی به بهترین وجه ممکن پس دادند. ماه خانه خورشید نبوت فروغش کمتر و کمتر میشد. در هنگام وفات ابوطالب ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها در بستر بیماری بودند. رسول الله صلی الله علیه و سلم از ایشون حمایت میکردند و از ایشون پرستاری میکردند تا اینکه در رمضان همون سال 10 بعثت ام المؤمنین مادر مؤمنان خدیجه کبری رضی الله عنها پدر امت رو تنها گذاشت. بزرگبانوی اسلام ابر پیامبر تاریخ رو تنها گذاشت. اون چشمه محبت، اون نهر رحمت، اون دریای عطوفت، آسمانی از حکمت رسول الله صلی الله علیه و سلم را با مشکلات و سختی ها و مصائب مکه تنها گذاشت. مادرمان خدیجه رضی الله عنها در 25 سال زندگی مشترک با رسول الله صلی الله علیه و سلم بستری از محبت، عطوفت و آرامش رو برای ایشان فراهم کرده بودند. ربع قرن زندگی مشترک رسول الله صلی الله علیه و سلم و خدیجه بهترین وجه ممکن سپری شد. خدیجه در این 25 سال دفتر زرینی از صداقت، از صبر، از استقامت، از ایمان، از اخلاص، از محبت و عطوفت رو به تصویر کشید و بعد از 25 سال زندگی مشترک در سن 65 سالگی هنگامی که رسول صلی الله علیه و سلم 50 سال سن داشتن از دنیا رحلت فرمود و در این قبرستان پشت سر بنده در قبرستان معلای مکه مدفون شد. اینجا قبرستان معلا که جنت المعلا بهش میگند است. همونطور که ملاحظه میفرمایید قبرستانی که 10 تن از یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از افرادی که بهشون مژده بهشت داده شده در اینجا خفته اند، اما نه قبه‌ای و نه آرامگاهی و نه مزاری و نه بارگاهی. در اینجا خدیجه کبری خوابیده است، مادر مؤمنان، خدیجه‌ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اونو خیلی خیلی دوستش داشت، خدیجه‌ای که جبریل امین از آسمون اومد به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که سلام خدا رو به خدیجه برسون و به اون مژده ده به قصری در بهشت، قصر آرامش و سعادت و خوشبختی. این خدیجه بزرگ اینجا خفته است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با دستان مبارکش اون رو زیر خاک نهادند، ولی هرگز برای خدیجه، این خدیجه‌ای که خدا برای او سلام میفرستد، گنبد و بارگاه و مزاری
درست نکردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در طول 10 سال زندگی بعد از وفات خدیجه کبری رضی الله عنها پیوسته از وفاداری ایشون، محبت ایشون، صداقت ایشون و همکاری های بی‌دریغ ایشون یاد می‌کردند و پیوسته محبت خودشون رو نسبت به دوستان خدیجه ابراز می‌کردند. روزی در خانه زده شد. پیامبر اکرم از صدای در فهمیدند که این مثل صدای در زدن حاله است، خواهر خدیجه. پیامبر از خوشحالی گفتند اللهم حاله، خدا کنه که حاله باشه. اینطوری پیامبر از عزیزان خدیجه استقبال میکردن. حسانت المزنی یک پیرزنی بودی، اومد پیش پیامبر باشون نشست، خوشو باش گفت، حرف زد. عایشه تعجب کرد، گفت که یا رسول الله این پیرزن دیگه کیه؟ گفت این از دوستای خدیجه است. این خدیجه‌ای که اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چیزی رو قربانی میکردن، گوشتی داشتن، فوراً میفرستن برای دوستای خدیجه. اینا کسایی بودن که روزای خدیجه پیش ما می اومدن. این خدیجه‌ای که پیامبر بعدها سالهای سال بعد از غزوه بدر که ابوالعاص داماد پیامبر و داماد خدیجه شوهر زینب اسیر شده بود، زینب برای فدیه دادنش گردنبند خدیجه رو برای پیامبر فرستاد. پیامبر بعد از سالها گردنبند خدیجه رو میبینه، به یاد روزهای خدیجه میفته، اشک از چشمان مبارک سرازیر میشه. این خدیجه بزرگ اینجا خوابیده. همونطور که میبینید عزیزان، این خدیجه‌ای که اینقدر در نزد پیامبر عزیز است اینجا خوابیده، نه گنبدی رو قبرشه، نه درباری و نه مزاری. البته اگه ما بخوایم برای هر صحابی و برای هر پیامبر و برای هر ولی و برای هر امام و امامزاده‌ای گنبد کنیم، دنیا میشه همش گنبد و ما میشیم مجموعه‌ای از قبر پرستان. بله، از اینجا درس میگیریم، از اینجا درس وفا میگیریم. وفای پیامبر در زندگی، وفای پیامبر در مرگ، وفای پیامبر در روز قیامت که خواهد گفت امتی امتی. و از اینجا درس میگیریم که چطور باید ساده باشیم، رو قبرمون قصر درست نکنیم. اگه میخوایم واقعا قصر درست کنیم، زیر قبر و قصرش کنیم. بیاییم با کارمون، با تلاشمون، با خدیجه وار زیستنمون اون کسی باشیم که روز قیامت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به ما بنازه. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه. بعد از وفات خدیجه رضی الله عنها، وزیر داخل خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم، اون بانوی بزرگوار، اون همسر، اون همراه، اون همسفر، اون همفکر، اون همدل، رسول الله صلی الله علیه و سلم جای خالی اون رو احساس میکنند. با دشمنی ها و عداوت مشرکین مکه که بیشتر از پیش شده، امروز رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرزندانشون 4 دختر خدیجه کبری رضی الله عنها در مکه در تیررس دشمنان قرار گرفتن بیشتر از قبل. رسول الله صلی الله علیه و سلم به راحتی نمیتونن فراموش بکنن رحمت‌ها، محبت‌های این کوه صبر رو. خدیجه کبری، اون اقیانوس بیکران رحمت، اون چشمه محبت، اون نهر رحمت، اون دریای محبت امروز در خانه نیست. صحابه کاملا احساس کردند، صحابه این رو متوجه شدن. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم از یک طرف بشری هستند مثل بقیه صحابه، از بعد انسان بودن مثل بقیه احساسات خودشون رو کنترل میکنند، اما الله خبر داره از قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه ای که 25 سال همراه خدیجه کبری رضی الله عنها زندگی کرده، الله میدونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که به دختران خدیجه کبری رضی الله عنها نظاره‌گرند و نگاه میکنند در قلب مبارک چه میگذره. الله بهتر خبر داره وقتی که این مرد بزرگوار، بزرگ پیامبر تاریخ در خانه خدیجه کبری قدم میگذاره و صاحب خانه در خانه نیست چه میکشه. صحابه پیشنهاد دادن یا رسول الله آیا قصد ازدواج ندارید؟ برای این مهم بانوی بزرگی از بانوان صحابه، خوله بنت حکیم، همسر عثمان بن مظعون رضی الله عنهما پا پیش میگذاره. بانوی بزرگواری که از یک طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بسیار دوست داره و بهش ایمان آورده
و به دستورش هجرت کرده در حبشه. هنگامی که مسلمانان از مکه مکرمه از این شهر مقدس پای در مسیر هجرت گذاشتن به حبشه، اون طرف دریای سرخ، این بانو هم لبیک گویان حرکت کرد. امروز نوبت این بانوست تا ذره ای از اون غم و اندوه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بعد از مصیبت خدیجه رضی الله عنها کم بکنه. این بانوی بزرگوار از طرفی دلسوزی داره، از طرف دیگری کی جرأت میکنه بیاد و به رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشنهاد بده تا جای خالی خدیجه رو کسی دیگری پر بکنه؟ مگر کسی دیگری هم هست که جای خالی خدیجه رو پر بکنه؟ مگر مثل خدیجه هم پیدا خواهد شد تا کسی جرأت بکنه و پیشنهاد بده برای رسول صلی الله علیه و سلم؟ اما به هر حال حقیقتی است که باید پذیرفت، خدیجه دیگر در خانه نیست و شخص دیگری برای رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشنهاد میکنند. خاله اومد پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، گفت یا رسول الله، انگار که رفتن خدیجه واسه خیلی سنگینه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از خدیجه گفتن، از اون روزایی که با خدیجه بودن، از اون روزایی که خدیجه در کنار پیامبر بودن، بعد از اون گفتن که یا رسول الله، آیا به فکر ازدواج نمیفتی؟ پیامبر اشاره کردن کی؟ گفتن که شما زنا خیلی خیلی دلسوزی دارید. زنا طبیعتشونه، اون هم زنایی که محمد مصطفی رو دوست دارن، صحابه‌ای که پیامبر رو خیلی خیلی دوست داشتن، اون زنایی که در پیامبر اون منجی رو میدیدن، اون کسی که دست اونا رو گرفت از تاریکی ها و ضلالت و گمراهی نجاتشون داشت، اونا میخواستن یک مهر و وفایشون رو به پیامبر به نمایش بگذارن. خاله گفت یا رسول الله، نرم واسط خواستگاری؟ پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم پرسیدن کجا میخوای بری؟ گفتم هر کجا شما بخواید یا رسول الله. اگه بخواید دوشیزه‌ای بگیرید، دختر خانومی رو واسه شما خواستگاری کنیم، به نظر من بهترین کس دختر ابوبکره. ابوبکر، اون کسی که اینقدر واسه شما عزیزه، دوست دارترین صحابه به نزد شما، ابوبکری که شما اینقدر واسش مهر و محبت دارید، دختری داره، عایشه اسمشه. اگه میخوایی واسه شما عایشه رو خواستگاری میکنم. اگه میخوایی بیوه زنی رو بگیری، خانومی بگیری که عمری ازش گذشته باشه، سوده بنت زمعه. سوده کیه؟ سوده خانومیه که قبل از این ازدواج کرده بود با سکران، 5 تا بچه هم داره و عمرش 55 سال. عمرش 55 سال، یعنی بازم 5 سال از پیامبر بزرگتر. پیامبر 50 سالشه این روز. با سوده ازدواج میکنه و این اولین ازدواج پیامبر صلی الله علیه و سلم با این خانمه. چرا با سوده؟ سوده اون خانم مؤمنی است که در راه خدا هجرت کرده. الان شوهرش وفات کرده، حالا کسی رو تو مدینه نداره. اگه برگرده مکه چی میشه؟ برگرده مکه، اون کافرایی که اونجا تیغاشون رو تیز کردن پوستش میزنن. اینجاست که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میخوان چتر پناهی باشن واسه این خانومی که همه چیزشو در راه خدا داد. آقایونی که میخوان در فکر اصلاح جامعه باشن، باید این تو ذهنشون باشه. ازدواج میکنی، سوده رو بگیر. اونی که بی سرپناست، اونی که بچه یتیم داره، تا روز قیامت بیشی چی؟ کافل یتیم، کسی که سرپرستی یتیم کرد. و پیامبر خدا میگه که با من تو بهشت این دوتایی کنار هم وارد بهشت میشیم. الان این پیرزن 55 ساله است، میتونه خونه شما رو اداره کنه. دخترات که به اصطلاح نیاز به یک مادر دارن، میتونه واسه دخترات مادری کنه. و این زنم بی سرپرسته، نیاز داره کسی سایش باشه، سقف خونش باشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رضایت دادن که خوله بره به خواستگاری سوده بنت زمعه.